آغاز سودپینا برای شما بینندگان گرامی با برار باشد و هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. شعله گلخوجه هستم که از دفتر مرکزی رادیو آزادی با شما صحبت دارم. ساعت در پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر خبرها را به سهم شما میرسونم، اما اول از بود هوا میگویم. در پراگ هوا بارانی است و روزانه تا 18 درجه گرم می شود. در مسکو هوای ابری در نظر بوده. در دوام روز حرارت به 23 درجه برابر می شود. در دوشنبه باشد هوا صاف و بی‌غبار است. گرمی 31 درجه خواهد بود. حکومت تاجیکستان به تحقیق نواری آغاز کردند که در آن صحنه لطوکوبی بیرحمانه یک مرد و زخمی کردن او با کارد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حمله‌وران او را تاجیک خطاب کرده بارها برای آنکه در وطن خودش نایستاد و به روسیه رفت تحقیر نمودند. نوار شب 30 آگوست در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد، ولی معلوم نیست حادثه کی و در کدام منطقه روسیه اتفاق افتاده است. همچنین معلوم نیست تقدیر آن مرد مهاجر که در نوار دیده می شود و از درد به خود می پیچد چی شد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفت باید پیش از همه این جزئیات را پیدا کنند. باید دقیق کنیم که حادثه کی و در کجا شده است. مردی که در نوار است آیا واقعا تاجیک است؟ چون هیچ گپ نزده است. در کجا ثبت شده است؟ باید به همه سوالها جواب یابیم و آن وقت منظره روشن می شود، افزود او. در همین حال یک منبع دیگر در نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه گفت روز شنبه به همه دیاسپورا یا جمعیت تاجیکان در آن کشور نامه رسمی فرستادند که اگر مردی در نوار بوده را میشناسند و از این حادثه خبر دارند آنها را آگاه کنند. نوار 3 دقیقه‌ای لطوکوبی یک مرد که احتمال می‌رود تاجیک است در فیسبوک و شبکه‌های دیگر اجتماعی با واکنش‌های مختلف کاربران روبرو گردید. برخی از بی‌حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه شکوه کرده پرسیدند او زنده باشد یا فوت دیده است. بعضی تخمین زدند که شاید آن مهاجر تاجیک نبود. ایده دیگر غمگرایان را برای چنین رفتاری به قول آنها غیر انسانی محکوم کرده و گفتند نباید هیچ کس نوبسته از اون که مهاجر تاجیک است یا ازبک و یا ملت دیگر چنین تحقیر و لطوکوب زخمی و یا کشته شود. گروهی باور دارند که این نوار چند سال قبل و در زمانی که قومگرایان زیاد بودند و روی راست عمل میکردند رخ داده است. با وجود بحث ها کسی تا حال اعلان نکرده است که این مهاجر را شناخت و کی و از کجا بودنش را میداند. جانب روسیه هنوز در این زمینه چیزی نگفته است. رسانه‌های روسیه نیز در این باره گزارش ندادند. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر آورده شد که بر اساس گزارش رسمی امبودسمن کشور تقریبا 30 نفر آنها به قتل رسانده شدند. به اطلاع رسمی مهاجران دیگر بیشتر در صدمه‌ها محل ساختمان و از بیماری جان دادند. بینندگان عزیز، در صورت پیدا شدن معلومات دقیق درباره نوار دهشتبار حتما به شما خواهیم گفت. از این رو صحبت و برنامه‌های ما رو پیگیری کنید. حکومت تاجیکستان و قرقیزستان روز 31 آگوست از سر زدن نیروی نوبتی در مرز دو کشور در میان شهر اسفاره و نویای بودکند خبر دادند. هر دو طرف یکدیگر را در این حادثه گناهکار می‌دانند. جانب تاجیکستان میگوید مرزبان‌ها و ساکنان قرقیزستان مانع ساختمان راه شدند که در حدود جماعت چورکو جایگیر بودن منطقه بحثی نیست. ولی خدمات مرزبان قرقیزستان ادعا دارد که این منطقه نمایان سرحدی است و ساختمان هر گونه را باید از قبل با بیشکک هماهنگ شود. شاهدان حادثه به رادیو آزادی نقل کردند که مرزبان قرقیزستان برای مانع شدن به منفرش‌کنی را در حدود دهه خوجه علای جماعت چورکو به هوا چند تیر آگاه کننده خالی کردند. مقامات خدمات مرزبان قرقیزستان این را رد نمی‌کنند. آنها به خبرگزاری 24 کگ گفتند پس از آنکه جانب تاجیکستان به طلب سرحدبانان گوش نداد و کوشش بوسنگ زدن را کرد به هوا تیر سر دادند. ولی آنها میگویند که ماجرا در دهه تشت نویای بودکند رخ داده است. بعد از گفتگوی مرزبان ها ماموران ملیسا و حکومت های محلی دو کشور وضعیت در مرز معتدل شده است. باید گفت که ماهای اخیر درباره چند زد و خورد و کشته شدن ساکنان در ماجراهای مرزی در بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان گزارش شده است. روز 24 آگوست امسال نیز در مرز نویای لیلک قرقیزستان و نویای بابوجان غفورف تاجیکستان بین گروه از ساکنان دو نویای جنجال برخاسته و به سنگ اندازی کشید.
وزارت مالیه تاجیکستان از دسترس کردن بیش از 200 درخواست و پیشنهاد خبر داد که برای اصلاح کدکس اندوز روانه شده. وزارت گفت مردم و شرکت و مؤسسه ها فرصت داشتند تا روز 1 سپتامبر پیشنهادهایشان را برای اصلاح این سند مهم بفرستند. مسئولان وزارت میگویند کاهش حجم جریمه ها، کم کردن سنجش ها، پایان بردن فایز اندازها از جمله انداز از ارزش علاوه شده، ساده نمودن نیروی اندازبندی از پیشنهادها میباشند که خطی و الکترونی به وزارت ارسال شده. یک نسخه پینوشت یا پروتکل یکی از جلسه های گروه کاری داخلی دوروی در کمیته سرمایه‌گذاری دسترسی رادیو آزادی گردید که در آن نماینده شرکت کوکاکولا ابراز داشته است که در برابر جزادهی چاره‌های هوسمندکنی نیز در کدکس نوی انداز باید پیش بینی شوند. مسئول اساسیاسیون ساختمانچیان تاجیکستان در این جلسه خواستار پیش بینی گردیدن جوابگری نسبت به کارمندان مقامات انداز برای به اساس جریمه بستن اندازپرندگان شده است. نقش بخش خصوصی در تحریر کدکس به گفته کارشناسان بسیار مهم است و در صورت حضور نداشتن آنها شفافیت اصلاحات در کدکس انداز زیر سوال می رود. اصلاحات در کدکس انداز در حال صورت میگیرد که طبق اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری کشور در 6 ماه اول سال روان 13000 صاحبکار ترک پیشه کردند. هرچند مسئولان کمیته سبب قطع کاری صاحبکاران را تاب نآوردند، بر رقابت ارزیابی میکنند. حاجی محمد عمرов دکتر علم‌های اقتصادی میگوید این روند بازگو کننده گرانی اندازها میباشد. باید گفت که کدکس انداز در تحریر نو در نظر است تا ماه سپتامبر سال 2020 تهیه گردد. بعد از درگیری خونین با طالبان در شهر پول خمری در ولایت بغلان وضع در اینجا آرام شده است. روز 1 سپتامبر جمعیان طالب با حمله به این شهر در ولایت بغلان 6 نفر را کشتند. مقامات پول خمری به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان بعد از جنگ چند ساعته شکست خوردند، ولی درگیری‌های پراکنده در محله‌های اطراف شهر ادامه داشته است. بیشتر از این حمله به مرکز بغلان طالبان به ولایت کندوز در نزدیکی مرز با تاجیکستان حمله کردند، ولی نیروهای حکومتی هجوم آنها را برگرداندند. حمله ها در زمان صورت میگیرد که زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان گفته سازش برای خاتمه دادن به جنگ 18 ساله با طالبان تقریبا آماده شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 2 سپتامبر به مسکو سفر کرد تا با همتای روسش سرگئی لاوروف همکاری‌های دوجانبه و مسائل منطقوی را بررسی کند. دو طرف همچنین درباره وضع پیچیده در خلیج فارس و سرنوشت آینده سوزش اتمی سال 2015 صحبت می‌کنند که آمریکا از اون سال گذشته خارج شد. ماریا زخار و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 28 آگوست در یک نشست خبری گفت مسئله سوریه و افغانستان و یمن و توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی از موضوع دیگری صحبت وزیران ایران و روسیه است. روسیه یکی از طرف‌های سوزش اتمی با ایران بعد دست کشیدن آمریکا از سوزش و این کشور و ایران خواسته است که خشت‌اندوری نشون بدهد. بر اساس این سند ایران فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کرد و بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد آن را از بین برداشتند. ولی دونالد ترامپ این تحریمات سخت به ضد ساحه‌های نفت و گاز ایران را برقرار نمود. باز هم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه نوع باباجان غفوری فی ولایت سوخت یک مرد را با جرم کشتن همسر دومش 11 سال از آزادی محروم کرد. مقامات دادگاه گفتند عزیز فی 54 ساله دوره جزا را در زندان نظام سنگین پس سر میکند. وی از یک پای محروم و مجری گروهی اول است. دادرس پرونده هنگام اعلان حکم گفته جزای عزیز برای کشتن همسرش میتوانست از این بیشتر باشد، ولی معیوبی و 6 فرزند نابالغ او را به نوبت گرفته چنین جزای سبک تعیین دادند. ولی تا حال نزدیکان و وکیل مدافع خود او در این باره اظهار نظر نکردند. معلوم نیست که آنها از روی حکم به زینه‌های بالای دادگاه شکایت کردند یا نه. رئیس کارهای داخلی ولایت سوخت روز 29 آگوست امسال در گزارش تلویزیونی گفت عزیزов شب 11 بعد 12 اکتبر سال گذشته با زوجه‌اش ملوحه جمعه و مناقشه کرده با عصایش به سر و روی او میزند و به هلاکت میرساند. جمعه و 43 ساله زوجه دوم عزیز بوده در خانه نبنیادی در موضع سیهونی نوع باباجان غفورov به سر میبرد. به گفته مقامات پس از قتل همسرش عزیزов جسد را با سلفان و ماتوی سینتتیکی پیچانیده در چقوری سیمتری نزد حولی گرانیده است و برای پنهان نمودن جنایت خود 2 ماشین شغل آورده برای آن ریخته است. جسد را بعد تقریبا 8 ماه از چقوری سیمتری نزد خانه عزیزов پیدا نمودند.
شرکت مربوط به CNPC چین در تاجیکستان ساختمان پالایشگاه بزرگ نفت را به پایان رسانده است. این پالایشگاه قادر است از 300 تا 500 هزار تن نفت را در یک سال کار کند. در صورتی به کار پرداختن این پالایشگاه به احتمال زیاد چین بازار نفت تاجیکستان را به دست خواهد آورد که این زمان زیر دست روسیه و شرکت گازپروم نفت است. پالایشگاه را در منطقه آزاد اقتصادی دنغره که اویل یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین ساخته است. مسئولان بخش مهندسی منطقه آزاد اقتصادی دنغره گفتند برای کشاندن نفت خام نخست قرار بود تا پالایشگاه روی آهن ساخته شود، اما معلوم شد که در این صورت روی آهن از روی ماشینگرد میگذرد و ضرورت بنیاد یک پل به میان میاد. از این رو تا پالایشگاه لوله های نفتکشان بنیاد شده چون بنا به حساب چینی ها این را ارزان تر میافتد. شرکت چینی عین زمان برای وارد کردن نفت با شرکت های قزاقستان وارد گفتگو است، اما مسئولان میگن تا هنوز نفت خام به شرکت وارد نشده است. قرار بود پالایشگاه نفت در دنغره تیر ماه سال 2016 به کار سر کند، ولی چند سال این جانب به تأخیر میافتد. یک سبب در ماندن 12 میلیون دلار شرکت چینی در اگرو اینوست بانک، یکی از بانک های دچار مشکل بوده است. تاجیکستان بخش زیادی مواد نفتی را از روسیه وارد میکند. این کشور موافق یک قرارداد تا 1 میلیون تن مواد نفتی را بدون بوج صادراتی به تاجیکستان میفروشد. طبق امور رسمی تاجیکستان سال 2018 با خرج بیش از 310 میلیون دلار از خارج 446 هزار تن مواد نفتی وارد کرده است. پولی که در بازار سوشواری تاجیکستان گردش میخورد به فرق از ساحه‌های دیگر اقتصادی کشور خیلی بزرگ است. بازاری که در صورت به کار درآمدن پالایشگاه نفت دنغره به احتمال زیاد زیر دست چینی ها خواهد رفت. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز میگیم که از سوی بانک ملی تعیین شده است. به همین ترتیب $1.968 درهم، 1 یورو 10.68 درهم و 1000 روبل روسی 146.20 درهم ارزش دارد، یعنی نسبت به هفته گذشته یک کم روبل روسی بالاتر رفته است. و بینندگان عزیز، این چند خبری بود که در این صبح بر خواستم به شما بگم و البته خبرهای بیشتر از این رو میتوانید در دوام روز از ما بشنوید در سرخط خبرهای روز و میگونه در برنامه خبری که همینطور در بخش مستقیم پیشنهاد شما میشد. روزتون بخیر باشد. ما منتظر دیدار با شما در ملاقات بعدی هستیم.